ولی اکمال مسئله برادر دلیر و برادر دیگر عبدالستور گپ زدنی بدون که همین صبر مردم هم میسنجند با دست یعنی بازداشت کردن همین برادرها و سببی همه این فکر میکنم همو یعنی آخریه که آخران بار با پوتین قضیه داشتن نمیدونم چی ناامید شد که چی ناامیدیای کرد که دیگه باوری نداره در استوار ماندن پایه حکومتش و سر کرد یعنی با بازداشت کردن همین یک چند برادرای انگشتشماری که کمتر عقیده آزاد داشتن و میتوانستند که مردم در داخل کشور بیدار کنند. بله. مردم در داخل کشور راهنمایی کنند تا حقوق و آزادی‌های خودشان دفاع کردن یاد گیرند. یعنی مردم وادار به آن کنند که زندگی آزاد چیست. و وقتی دید که ممکن شاید که از طرف روسیه از طرف پوتین دیگر یاردم گرفتن نمیتواند یا اینکه پشتیبانی چون که مسکو از خودش یعنی گرفتاری زیادی تحریم ها از جانب اروپا است و شاید که وقت یا اینکه امکانیتی هم نمی‌بود که به تاجیکستان در یگان مسئله کمک کند و سر کرد به بازداشت نماندن برادران آزادانده‌اش. و هم برادر حاضی گپ زد که در تاجیکستان همه چی خوب است نمیدونم همون محلش هم یادم برآمد کدام خودتون گفتین معلم 1600 سومونه عبدالرحمن جامی کوبش وی صوبی عبدالرحمن جامی و یا که همه حیات خودشون هم میبینن فکر میکنن که دایره آخه در 1600 سوم حیاتت نمیگذره ایال این چهار 400 سومونه روغن 100 چند سومونه او میپوشه زنش آخی میبخشی یگان چیز میخره 1600 کودک داره 1600 سوم چیش میشه و یه بار فکر که خودت $160 چی میشه در تاجیکستان؟ بله یک باور که در مهاجرت وقتی که خیلی اویلیکو را میگیرید خانه روی میکنی همین ماه تا آخر نرسیده که نمیرسه که محمدی نمیرسه با خود چند سوم روی میکنی هیچی روی نکنی 10-15 هزار روبل روی میکنی درست؟ کمی کم تا 16,000 روی میکنی اویله کلانه که 16,000 سومونی با نمیرسه یا اویله 4-5 نفره درست؟ بله سه خواهر سه برادر که همش مکتب خونه نمیرسه پدر مادر پدر کار نمیکنن ما پیش خودمون نگفتیم همین ما را مردم در تاجیکستان مینویسن که زندگی ما نمیخله همون خاطر دروغاتون خاطر شما نمیتونه مردم فریب کرده میردم خودش دیده است این گپا من ات میگوی خود که مردم در روسیه خودش با خونه‌شون پول روی پرس زندگیش دیده است گپی تر بار میکنه که گپی اوچشه یا گپ پدرشه یا گپ زنشه یا گپ دودرشه شما همین خرا عقل نداره که ما این گپایی که میگیم همین آدمو مهاجرا گپی زن فرزند مادر پدرشون یعنی قبول دارن نه گپی ما را چوپلوس میگذه دیگه وقتی که کمی ویدیو را نگاه میکنی ویدیوش ما تماشا میکنیم در کامنتاری بعضی می نویسن که در تلویزیون های تاجیکستان هم گپ میزنن که ما ناتنجی نمیخوایم دولت ما با یعنی همون سالهای 91 92 مقایسه میکنن باور کنه که حاضی حالت ای حالت زیبایی در همین جایی که ما زندگی میکنیم منطقه ما زندگی میکنیم و که مردم زندگی میکنه که همین روز شب فکر میکنه پگاش میگه پگا فکر میکنه 100% هیچی نداره با همین روز با خوردن همین روز چه میآورد پگا نمیدونه چی میگه پگا ما پگا فکر میکنه اگر فکر کنی که سری وای یگان یعنی خدا نکنه یگان ناخوشی بیاید کی وای در حالت چیکار میکنه یگان کودک کسل شود یگان یعنی همسرش کسل شود خودش کسل شود در حالت چیکار میکنه این فکر نمیکنه الله هدایتشون کنه و خداوند چشمشون بکشاید ما چیزی جز از آن چیزی که واقعیت ها میبینیم نگفتیم مردم هیچ وقت یک چیزی دروغه یک بار تماشا میکنه دو بار سه بار و دیگه رحمان واقعی 30 ساله دروغ گفته است به برقی در تاجیکستان افسانه میشود سری گوری بریم گور سوخته شید خیلی به افسانه شید مردم گفت همه تیج میشه یک خیاب نشید گرانی شید قیمتی شید ما میخوزم میگم وضعیت در جهان بسیار هم مرکب است این را ما میدونیم خودمون هم وای قشاقی میشود شما وای 2 ساله ذخیره کنید 2 ساله ذخیره را با پول دودگی اوچت میگیریم ذخیره کنیم لعنت کرده الله
یا ماها اولگ نداره مردم پولشم گیره یک جا دوست را ذخیره کنه واپشه توپو ای حیوان دیگه مردم ترا گوشت نمیکنن و برا میگه سویچ نکن و همین آب هست آب نباشد نمیشد آب مریم سوخته نبرو از او آب طبیعت تاجیکستان داد از خداوند برای ما او را او آب با هدایت و دستور و پیش یعنی که سپارش های جنابی لعنت کرده الله آب جوری نشد یکون چشمه او را خداوند داده است هزار ساله ها او آمده استند تو چیکار کرده برای ملت تو کار ریخته بگو